در ناحیه مسجح مسابقه کشاد ناحیوی اوید با بوکس بین نورسان برگزار شد. این چهاربینی ورزشی بخشیده به روز ورزشکاران و گرامیداشت خاطری کارمند شایسته تاجیکستان سید سهراب حسینوف راهاندازی گردید. تشکل طرز حیات سالم و سالمی اهالی منتظم در محور اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه به مورد قید می‌نمایند که ما به خاطر تامین سلامتی اهالی خصوصا نورسان و جوانان تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهم فعالیت دولتداری دستگیری می‌نماییم. ذکر گردید که در زمان صاحب استقلالی کشور ورزش در برابر دیگر منطقه‌ها در ناحیه مسجح نیز رشد و نمو یافته. ورزشکاران ناحیه بارها در مسابقه‌های بین المللی و جهانی پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشتند. سید سهراب حسینوف که مسابقه با مقصد گرامیداشت خاطر او راه اندازی شد، برای رشد و نموی ورزش در ناحیه مسجح سهم ارزنده گذاشته، شاگردان زیاده تربیت کرده است که امروز ادامه دهنده کار و فعالیت او میباشند. سید سهراب حسینوف در ناحیه برای انکشاف نمودهای گوناگون ورزش خیلی زحمت کشیدند، خصوصا برای حوزه شناوری که ما در یک جایگی چند حوض در ناحیه ساختیم. انا در همین جا ما میدان ورزشی بود، در همین جا فقط آرزو میکنیم که یک استادیوم سازیم. عموما سید سهراب حسینوف در رشد ورزشی ناحیه خیلی زحمت کشیدند و حصه ارزنده هم دارند. در مسابقه بیش از 100 نفر مجزن‌های 12-13 ساله از همه منطقه‌های تاجیکستان و کشورهای دوست و همسایه ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. در مسابقه کشادی ناحیوی اشتراک ورزیده، ما خیلی خرسندیم که این مسابقه برگزار شده است. من میخواهم که در این مسابقه جای اول را اشغال کنم. کوشش میکنم که در آینده بسیارتر مشق کنم و در بازی‌های بین المللی اشتراک ورزیده перчам Таджикистон ро баланд бардорам. Мы приехали в Таджикистан на соревнования, международный турнир. Спасибо за гостеприимство. Спасибо моему тренеру. Тренер моя заслуга это. Вот я выиграл весовую категорию 54 килограмм. В дальнейшем приедем еще. مسابقه در ورزشگاه مرکزی ناحیه مسجح طی 4 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته، بهترین ها به دور نهایی راه یافتند. در دور نهایی مسابقه زور آزمایی ها جالب و شوق‌آور جریان گرفته، غالبان معین شدند. در وزن 35 کیلوگرم محمد عظیم سیدوف از ناحیه مسجح، در وزن 37 کیلوگرم انوشیروان صدیقوف از شهر خوجند، در وزن 40 کیلوگرم دلشاد سجایف از شهر خوجند، در وزن 43 کیلوگرم عزیزخان قربانبایف از جمهوری ازبکستان، در وزن 46 کیلوگرم شهبازبک شهابالدینوف از جمهوری ازبکستان، در وزن 49 کیلوگرم انور دل محمد از جمهوری قزاقستان، در وزن 51 کیلوگرم جمعه‌نظر خداینظرف از شهر استرافشان، در وزن 54 کیلوگرم زیادجان طولگانوف از جمهوری ازبکستان، در وزن 60 کیلوگرم سیرحمان زایرزاده از ناحیه مسجح و در وزن بیش از 60 کیلوگرم کربک اکتره از جمهوری قزاقستان با گرفتن مقام‌های اول و جایزه‌های مسابقه مشرف شدند. ورزش در زمان استقلالیت در تمام گوشه کنار کشور رو به رشد میاد، از آن جمله در ناحیه مسجح نیز. بودن چنین شخصیت‌ها برای رشد ورزش یک تکان خوبی است. من برای گرامیداشت خاطر این انسان نیک برگزار نمودن چنین چاره‌جویی‌ها نسل جوان فکر می‌کنه اگر که من خدمت کنم به وطن، اگر من ورزشکار خوب شم، منم در ایام سالاری مردم من قدر میکنند. این یک چیز خوب است برای روحیه بلند داشتن نسل نو در رشد ورزش و وطن پروری. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه و جام و جایزه‌های فدراسیون بوکس ناحیه مسجح و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در فضای تنتنوی سپرده شدند.